السلام علیکم. من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد ارزش غدوات فوق الکلیه است. غدوات فوق الکلیه را یا غده فوق کلیه را به نام ادرینال گلند یا غده ادرینال یا غدوات فوق الکلیه یا سوپرارنال گلند هم یاد میکنه. در وجود ما دو غده فوق الکلیه موجود است. two glands. غده راست فوق کلیه رایت ادرینال گلند یا غده راست ادرینال که دقیق بالای گرده راست موقعیت داره و left adrenal gland غده چپ فوق کلیه یا غده ادرینال که بالای گرده چپ موقعیت داره. خب از نقطه نظر آناتومی غده که در قسمت چپ بدن یا غده چپ ادرینال در سایز خود کلانتر است larger و شکلش هم crescent shape. crescent shape یا شکل نیمه قوس. اگر این شکل مطالعه کنیم ببینیم مشاهده کنیم شکل نیمه قوس به خود میگیره و غده چپ ادرینال غده راست ادرینال در سایز نسبت به چپ کوچکتر است smaller و شکلش هم triangular شکل مثلث داره. خب از نقطه نظر وظایفی که غدوات ادرینال به پیش میبره هر غده به دو غده تقسیم شده. این غده ادرینال شد به دو حصه وظیفوی تقسیم شده. قشرش به نام کارتکس یاد میکنه. تقریبا 70% حجم توتال ماس یا حجم مکمل غده را تشکیل میده و بخش وسطیش به نام میدولا ادرینال میدولا یاد میشه. بخش کوچک و مرکزی غده است تقریبا 30% حجم عمومی غده را تشکیل میده و توسط یک کپسول دفاعی مثل غلاف غده را پوشانیده است. خب وظیفه اساسی غده ادرینال ترشح هورمون ها از این دو نقاط است میدولا و کارتکس و وظایف اساسی را که هورمون ها به پیش میبره تنظیمات متابولیسم بدن است regulation of metabolism. در پلو این که متابولیسم بدن ما را تأمین و تنظیم میکنه تنظیمات فشار خون یا بلد پرشر از جمله وظایف اساسی غده ادرینال است. همچنان بلد شوگر لیول قند خون را کنترل میکنه. روی مکانیزم کنترل اینا مفصل همراهتان بحث میکنم. فعلا تنها بفهمیم که وظایف اساسیش چی است. ایمیون ریسپانس تنظیمات سیستم دفاعی و عملکرد سیستم دفاعی ما جزء از وظایف ادرینال است. همچنان استرس ریسپانس ای که وجود ما در مقابل استرس کدام عکس العمل نشان میده از جمله وظایف غده ادرینال است. هورمون هایی که در مجموع توسط غده ادرینال ترشح میشه این وظایف رو پیش میبره. متابولیسم بدن را تنظیم میکنه، فشار خون را تنظیم میکنه، قند خون را تنظیم میکنه، سیستم دفاعی و عملکرد سیستم دفاعی ما را تنظیم میکنه و عملکرد بدن در مقابل استرس را تنظیم میکنه. اینا وظایف اساسی و حیاتی غده ادرینال است و در نبود غده ادرینال زندگی ممکن نیست. به هر حال
میریم روی هارمون های که از غده آدرینال ترشح میشه صحبت میکنیم. hormones of adrenal gland. قسمی که قبلا اشاره کردیم، غده ادرینال از دو بخش تشکیل شده: قسمت کارتکس یا قشر و قسمت مدولا، و هر دوی از اینا وظیفه ترشح هارمون ها را داره. ای که کدام هارمون ها را ترشح میکنه، روی همون هارمون ها صحبت میکنیم. هارمون هایی که از کارتکس ترشح میشه به نام کورتیکوستیرویدز یاد میشن. کورتیکوستیرویدز. و کورتیکوستیرویدز چندین صنف داره. هارمون هایی که از مدولا ترشح میشه اینا عبارت از نار اپینفرین، اپینفرین یا ادرینالین. تقریبا 70-90% حجرات مدولای هارمون تولید ترشح میکنه. هارمون دومی که از مدولا ترشح میشه عبارت از نار اپینفرین. تقریبا 10% حجرات مدولای هارمون ترشح میکنه. و هارمون سومی که از بخش مدولای ادرینال گلند یا غده فوق الکلیه ترشح میشه عبارت از دوپامین است و تا حال معلوم نیست دقیق که کدام حجرات دوپامین در مدولا ترشح میکنه. کورتیکوستیرویدز 3 صنف مشخص داره، چون قسمت کارتکس ما از 3 لایه تشکیل شده: زونا، گلومرولوزا و لایه دومش هم زونا فسیکولیت. لایه سوم قشر ادرینال یا کارتکس زونا ریتیکولارس. 3 لایه است. هر لایه از یک هارمون مشخصه ترشح میکنه. زونا گلومرولوزا هارمون به نام الدوستیرون ترشح میکنه. الدوستیرون. وظیفه الدوستیرون تنظیم فشار خون و تنظیم نمکیات یا الکترولایت است. زونا فسیکولیت هارمون مشهور به نام کارتیزول که قند خون و استرس کنترل میکنه، ترشح میکنه. و زونا ریتیکولارس اندروژنیک استیرویدز یا هارمون های جنسی، خصوصا در مردها هارمون های جنسی را تولید میکنه. اندروژنیک استیرویدز. خب، هارمونی که از نخستین لایه ترشح میشه الدوستیرون به صنف منرالوکارتیکاید ارتباط داره. منرالوکارتیکایدز. هارمون کارتیزول به صنف دیگه به گلوکوکارتیکایدز ارتباط داره. گلوکوکارتیکایدز. و اندروژن یا استیروید های اندروژنیک هم از جمله استیروید هایی است که توسط یا هارمون هایی است که توسط قشر یا